درود بچه‌ها، خوش اومدین به ولاگ امروز. ترش امروز داریم سعی میکنیم از پیش ما برامین بریم به سمت قرچک و ایستگاه بهرام و اینا. زیاد حرف نزن، بریم ویدیو رو ببینیم. حامی امروزمون خانم مهناز عزیز از بابلسر و همسر عزیزشون که ازشون تشکر میکنم، دست گروشون در نکنه. به رسم تشکر و احترام اسمشون دیگه تا آخر پایین این ویدیو میمونه. و با یه غروب زیبا و لحظاتی که داشتم ترشک میخوندم و میخوردم و کیتارو داشتم به قول معروف گوش میکردم، بهتون سلام میکنم و بریم ویدیو رو ببینیم. ای خدا، شما چقدر خوشگلین. دیروزم که توی پیشوا داشتم صبحانه میخوردم 4-5 تا گربه اومده بود، چون گوشی به شارژ بود دیگه ویدیو نگرفتم. خب بیا چی بدم بخوره. دیدم این بطریه یخش باز نمیشه، برای همین چیزش کندم. اینم کلشه و هم دارم سلاش خواد که انداختم تو این بطریه که توی کمل بک که دیگه امروز آب یخ گیرم نیومد، این حداقل خنک بشه. ایستگاه پیشوا God bless you و بریم به سمت کریدوری که از شهر میگذرد. ساختمان‌های قدیمی ایستگاه پیشوا رو هم داری ببینین. این هم سکوی پیشوا، خداحافظ. و اینکه همونطور که داری ببینین این ایستگاه برای خودش ایستگاه قدیمیه. جلوتر یه دونه گیته که ورودی دیواره چیزه. از همین مسیر دور دارم منو نگاه میکنم. خدا کنه زه بدن رد شم. دمشون گرم. عکس هم گرفتیم با هم دیگه. خیارم بهم دادن. یه خیار داشتم میخوردم، نصفش کردن دادن و گفتم برو، فقط دیگه نزدیک چیزا نرو، دیگه نزدیک ریل و اینا نباش. بعد گفتن از این ور برو چون این ریل ازش گذر نمیشه. و اینکه دیگه وارد کریدور شدیم دیگه. ولی خدا وکیلی بچه‌ها، من اهل دروغ و درم نیستم، مخصوصا به شما. هر کی میبینه میگه خدا وکیلی دم غیرتت گرم. یعنی اصلا به اولا که باور نمیکنن خیلیا، بعد دیگه عکس و فیلم و ویدیو و چنل و اینا نشون میدم میگم خدا وکیلی دم همت و غیرتت گرم. دیگه کار واقعا کار سختیه. کریدورایی که میگم بچه‌ها اینجوریه دیگه، راست دیواره، چپ دیواره. به این خاطر که اینجا قطارها با سرعت خیلی زیاد رد میشن، منطقه مسکونی شهر دیگه، مردم رد میشن، به خاطر همین خیلی تلفات میدن، برای همین کریدور میزنن. دیوارا از این ور کوتاهه و این از اون ور بلنده که زیرگذر اونجوری هم داره که مردم همینجوری ریبره رد نشن بیان. شما فکر واسه اون ترنست 6-7 ساعته تهران مشهد با سرعت 140 کیلومتر میره، نمیتونه اینجا ریبره وایسه. بعد نزدیک تهران هم که هست دیگه، مسافرها همه شاکی خسته، دوست دارن زودتر برسن، پلاستیکای آشغال، دوست زودتر برسن خدمت واسه کنن به تهران و دیگه این تیکه رو معمولا باید گوله کنه. یه چیزی هم داره میاد. این احتمالاً چون از تهران تا خدمتون عرض کنم از تهران تا پیشوا 5 خط ترنسته، یعنی در طول روز این همون ترنسته فقط ساعتهای 3 اینا باشه. آخر شهر پیشوا همینجوری که رد میشم دیگه، هرچی نزدیک تهران میرسیم دیگه متاسفانه این جوونا میشینن این ور و ور به مواد کشیدن و خیلی بد میشه. خیلی خب، از پیشوا در اومدیم از منطقه مسکونی. اصلا یه جوری هستش که لامصب آدم قشنگ تو خونه زندگی مردم رو میتونه ببینه از اینجا که میاد. الان داخل اندرونی یک خونه کاملا معلوم گذبه. خیلی خوبی کریدور هم داره برداشته میشه و 1-2 کیلومتری بیابونه و بعدش هم دیگه برامین پیش رو چسبیدن به همه. ولی از خود برامین تا قرچک تقریبا فکر کنم 10-12 کیلومتری راه باشه. بریم تا قبل از غروب برسیم به جایی. وای که از این اطراف تهران بیزارم، متنفرم. باز باید دولخی بخوریم. بریم رو ریل آقا. یا خدا،
چشای جدید دارم من، چشای خوشگل دارم من، که داره فاتحش خونده میشه. اینجوری که میبینم نه از اون ریلم مدت هاست قطار رد نشده. تمام قطار ارون رد میشه رو دوتا رفت و برگشت. چی به جواد ولش کن. خب کرم داری آخه میگیری. الان همه که فهمیدن چی تو جواده. دیشتن دیشترن دن ترشک دارم من. یکی از بچه ها کامنت گذاشته که هر روز انقدر راحت و چی صحبت میکنی اصلا برای دخترت اینا بد نباشه. والا به نظر من برای دختر من در صورت بعده که پدرش یک آدم نه اینکه بد باشه، به حال همه آدم معمولی هستند دیگه و به حال کار انجام میدن، خونه هست داره زندگیشو میکنه، برای خودش سر کارشو میره، یه پولی در ماه من برای خرج میفرستم، راحت داره زندگیشو میکنه. باباش هم داره کارایی رو انجام میده که هیچ کی تا حالا نتونسته انجام بده، پس خجالت و اینا نداره. منم اگر تو شهر بودم و تو شهر زندگی میکردم خب مثل همه مردم میرفتم سر کار، روزا خیلی عادی میگذشت. حالا اینکه پیاده روی میکنیم و اسپانسر و حامی و اینها نیست، این یه داستانش فرق میکنه، وگه نه هیچ زشتی هیچ خجالتی نداره. خدا شکر به سنی رسیده که خودش داره سر کار میره، روز به روز داره کار پیشرفت میکنه، نشسته داره زندگیشو میکنه، پس پخول پیششه، خیالم راحته، دوستاشو داره و خیلی خوب داره زندگیشو میکنه، خیالم از اون راحته. خدا از هر بابت شکر. یعنی من برای روزگار پیری خیالم راحته که حداقل یک سقفی، یه خونه، یه آپارتمان، یه لکنده‌ای، یک چیزی هستش. برای همین تا وقتی که از پا نیافتادیم بریم و کارهایی رو بکنیم که 2 روز که پیر شدیم حسرت نخوریم، بگیم یک زمانی میشد خیلی کارها رو کرد ولی نکردیم. اگه قرار بی پولی باشه و نبودن اسپانسر و حامی باشه، خب الان نیست، چند سال دیگه هم نیست دیگه، پس چرا مثل ماه گذشته آدم 1 ماه عمرش رو بخواد هدر کنه؟ واقعا بهترین تراپی بچه برای من راه رفتن، تخم خوردن، پادکست گوش کردن و فکر کردن. بچه این اون ترنباز سریع است، همون که خیلی تند میره. تو راهبند قبلی که با بچه ها عکس گرفتم صحبت شد، گفتم تو کویر دوش گرفتم و اینا، گفتش الان روبروم آب گرمه برو دوش بگیر. گفتم نه عرقم خوش میشه، الان دارم با حسرت بهش فکر میکنم. این پایه پلا رو هم میبینین دیگه بچه، من هی میبینم این راهبندا کلی پایه پله، اما یه پروژه اومده یه پول رو گرفتن، اومدن 4 تا تیرک علم کردن و بقیه‌شو هاپالی هپو. حالا همین گله‌ای که داریم میبینین کم شاید 1-2 میلیارد پولش باشه. به خسته نباشید. به بابایی میگه بابا دمه داری؟ نه آخی بابایی چی چوچولوه خدا. بچه این راهبندایی که جایی میبینین خب اینا مثلا چی رو بهتون بگم، بذارین رد چم طرف جوری داشت نگاه میکردم. بچه من اصلا منظورم نونبری کسی نیست، خب امیدوارم برای همه هم کار باشه. اما این راهبندا رو دارین میبینین، اتاقی که سمت چپ 1 نفره، اتاقی که سمت راست 1 نفر، یعنی 2 طرف 2 تا راهبند هستش. بعد بذارین دورین برگردونم. تو بچه‌ها صحبت میکردم میگفتش الان مثلا تو این راهبند در آن واحد 2 نفر باید باشن، یکی این طرف یکی اون طرف. بعد 3 نفر هر راهبند، یعنی 24 ساعتی باید بچرخن، 12-24 و یعنی همین راهبندی که بود 6 نفر پرسنله. 6 تا 20 تومن شما در نظر بگیرید میشه ماهی 120 میلیون تومن و ساخت یه دونه پل به نظرتون چقدر مگه هزینه داره؟ من فکر می‌کنم کلی راهن داره هزینه پرسنل راهبندا رو داره میده. بعد چیزی که برای من عجیبه
یعنی نمیتونن یک سیستمی طراحی بکنن که این که سمت راست قرقره میچرخونه و سمت چپی هم همزمان قرقره بیاد پایین. عجیبه. تا باشه بابا، از این پولایی باشه که بدن بنده خداها نون بخورن. من دارم شهرهای شرق تهران رو دارم پشت سرم میذارم. پیشوا، ورامین، قرچک، فیروزآباد، شهر ری و با امید خدا دیگه خیلی نزدیکم به ایستگاه تهران، ایستگاه صفر و پیاده روی شما تا جنوب ایران از مسیر ریلی دیگه عملا به ایستگاه تهران داره میرسه. تا الان یه چیز هولوش 500 کیلومتر پیاده طی شده و خدمت با ساعتون عرض بکنم به تهران که برسم 1000 کیلومتر دیگه شروع میشه که میره تا بندر ماهشهر. یعنی من باید برم قم، عراق، درود، راهن زاگرس رو رد بکنم، درود تا اندیمشکو و خدمت رو از کار خودم برسونم به کرانه‌های خلیج همیشه فارس و بندر شاهپور یا بندر ماهشهر الان. همطور که داریم میبینیم دیگه این ایستگاه ها و مسیرها و روزهای سخت شرق تهران یک مقداری حوصله سربر به این خاطر که ره بره همینجوری شهر و روستا و زمین کشاورزی و ایناست و عملا جذابیت خاصی نسبت به اون مسیری که توی البرز از توی جنگل و کوه رد می شدیم جذابیتی به اون صورت نداره. اما از قدیم گفتن کار را که کرد آن که تمام کرد. نمیشه یک مسیر 1700-800 کیلومتری رو فقط جای خوشگلش رو رفت. به حال این جاها هم جزئی از مسیره و دعا کنیم زودتر از این تهران لعنتی بزنیم بیرون و باز دوباره بیفتیم به دل کویر و کوه و جنگل و دریا. یادمه یک زمانی از شهر ری تا ورامین که با ماشین و قطار و اینا می آمدیم کشاورزی و نی و سبزی و اینا حاشیه جاده خیلی زیاد بود. فردا انشالله ردش میکنیم. از دور هم دیگه شهر ورامین داره دیده میشه و فکر کنم یک دو تا ویدیو دیگه برسیم به ایستگاه راهن ورامین و اونو پشت سر بزنیم. بچه عجب تریک خاصی انجام دادم، خوش آمد. یک بطری کوچیک آب معدنی رو که یخ زده بود باز کردم انداختم توی کمربک. الان یه آب یخ باحالی دارم میخورم که جاتون خالی. برسم ورامین رو رد کنم خدمتون عرض کنم که ترشکمون رو افتتاح میکنیم و خدمت با ساعت عرض کنم که میرم دیگه و هیچ چیز جذابی نیست. یعنی اینا هیچ و فقط باید راه رفت. خب بچه رسیدم به درودات‌های ورودی شهر ورامین و اینکه دیگه کله کنیم بریم که تا خوابیدن و آفتاب 1-2 ساعت دیگه بیشتر زمان نداریم. چقدر بده که بالای 70-80% قطارهای خط تهران مشهد همشون شبرو هست. او این از این قطار گروناست، از این فدک مدک میگن 2-3 تومن پول بلیطاشونه. یک مقداری احساس میکنم ویدئو تو ایستگاه ها میگیرم یک جوری پرسونل نگاه میکنن. ایستگاه ورامین هستش رو رد کنیم برسیم قرچک هم که چیز نداره دیگه بچه، ایستگاه نداره، یعنی سکو داره که فقط مردم سوار میشن. خونه های راهن ای جانم، خرس و مروغا رو چه خونه باحالیه، تاک و درخت و ایستگاه راهن همچنین جنی ورامین و اینجا خوبیش اینه که روبروش دیگه شهره. بریم ببینیم یه قهوه میتونیم پیدا بکنیم، این خستگی 10-15 کیلومتری رو برویم و تن و مسیر رو ادامه بدیم. شهر ورامین این که فقط بیا یه قهوه بخوری ازش رد بشی یکم درد داره، ولی دیگه باید رفت دیگه. انقدر دوست دارم بشینم ولی وقت کمه.
دقت کردین آخرا میوه فروشی ها یک مقداری تبدیل به مغازه و کار لوکس شدن؟ میوه زیر 100,000 تومان الان توی مملکت پیدا نمیشه. خیلی چی وضع کشورداریه. بنده خدا یک پسر دختری از این تینیجرهای دبیرستانی توی قهوه بودن، بعد تو مغازه بودن، یارو من نگاه کردیم، دیدی بعضی وقتا میخوان نمک بریزن، مزه بریزن، یارو گفت داداش چی تیپیه، کجا میای؟ گفتم این چند دور پیاده روی میکنم. گفت آخه اینجا باید پیاده روی داره. آب گلابم گرفتم که بعدش بزنیم تو رک. اگه تصمیم بگیرم تهران رو برم رد بشم برم سمت درود، بعد ماشین از سرم باز بکنم. یه جایی هست نوشته حمل ریلی و ترکیبی بار و خودرو. رفتم سوال کردم، من خود نبسته بود. الان خانم رفتش گفتش که اینجا نداره، باید بری از تهران سوال بکنی. فکر میکنم قومم داشته باشه. خیلی خب بچه‌ها، چیز برامین خدافظی کنید و بریم تا 2 ساعت دیگه قبل اینکه هوا تاریک بشه برسیم به قرچک. قطار محلی تهران پیشوا که روزی 4-5 سری میره و میاد. اینجا خوبیش اینه که دیگه تو این کوریدورا نه دست دزد بهم میرسه نه دست پلیس میرسه. بعد از این برم بلنده و اینکه این بچه‌ها این تتلقی که قبلا قطارا میگو به خاطر این فاصله است دیگه. 6 متر طول بیشتره، این فکر کنم 18 متریه، نه همونه، یا 9 متره یا 6 متره. 6 متر بیشتره دیگه. این تتلقی که میگن به خاطر اینه. از دورم که یه قطار هستش که میرسه دیگه. خوبیش اینه که دیگه اینجا دیگه نه دزد بهم میزنه نه پلیس میزنه. مسیر اختصاصی خود آقا علیرضا. بریم چون پیش با برامون به هم چسبیدن دیگه. سریعتر بریم برامون هم رد کنیم و برسیم امشب به قرچک دیگه. فردا میمونه مسیر قرچک تا شهر ری که اولا دیگه شهر هم تهرانه دیگه. پس فردا برم ایستگاه راهن تهران صحبت بکنم، ببینم اجازه میدم بچه. این کفش بچه های فنی راهنه، ببینین جلوش چی جوریه. خدمت رو عرض کنم که آره داشتم اینو میگفتم که برم صحبت بکنم ببینم اجازه میدن تا اون سکوی کیلومتر 3 برم. همون سکوی کیلومتر 3 جایی هستش که خدا بیامرز رضا شاه کلنگ ساخت راهن سراسری رو زد. بریم حالا تا چی میشه. خواستن که آقا از توی این کوریدور اختصاصی اصلا جای ورود هم نداره، یعنی اصلا جای ورود مگر اینکه از اون زیر به خزن بیان، ولی آشغالاشون ملت میندازن این بر. یادش بخیر سفر شرق به غرب ایران از مسیر کاروانسرای عباسی، اون قسمتشه که با هکتور و ولگا بودم، یادش بخیر. بچه‌هایی که از سفرهای قبلی من دنبال می‌کنن میدونن که انقدر از داخل شهرها پیاده بیادم بدم میاد به خاطر ترافیک. مثلا موقعی که با چرخ بودم اول هر شهری میرسیدم دیگه چرخ رو مینداختم پشت وانت میرفتم اون شهر پیاده میشدم مسیر ادامه میدادم. تهرانم رسیدم یادش بخیر پاکش که رسیدم دیگه چرخ رو انداختم پشت وانت و رفتم اون طرف عوارضی ساوه پیادهش کردم. ولی این سری که لبه ریل پیاده میرم تو خود ایستگاه تهران باید پیاده رفت، وگرنه الان مثلا تهران اونجاست پاکدشت اونجاست، یعنی خیلی از پاکدشت گذشتم. و اینکه میگن ماراتونه بعدش میاد دم لولش سبز میشه، اصلا این اطراف شهرهای بزرگ مثلا تهران دوست نداشتم. اما دیگه الان قدم به قدمشو باید پیاده برم و چی بهتون بگم، گرد غبار و از همه بدتر یک بوی بسیار بد و ناراحت کننده سوختگی، مثلا اینی که پلاستیک آتیش بدن، زباله و آشغال آتیش بدن و خیلی بوی اذیت کننده ایه. به هر حال مسیر رو رفت و بریم توکل به خدا ببینیم کی میتونه خودمون برسونیم به درود و اندیمشک و بندر ماهشهر. خدا وکیلی بچه چه گلخونه های خط و خفنی هست ها. فکر بکنید چند هکتار الان این گلخونه است. معلوم از این چیزهای گرون مرون هم داره داخلش.
اونم توت فرنگی فلان فلان شده و از اینجور چیزا. کنار این گلخونه نمیدونم اینا چیه، کلم بروکلینه، هرچی از یک چیز گرونیه. در کل یک به قول معروف سایت کشاورزی خیلی خط و خفن و باحالیه. نمیدونم اینا کلا چیه، ولی اینا خیلی باحالن، با نظم و ترتیب یک جا نشستن و همین دیگه. خیلی بوی سوزوندن آشغال و پلاستیک میاد بچه، اصلا ناراحت کننده است. خب فکر میکنم باقرآباد پیش روم باشه و بعدش هم قرچک. قبل از اینکه برسم از ممه امروز پرده برداری کنیم بچه ها. خدا نکشه ای اشکانو. برنامه ریخته فردا، میگه فردا پیاروی نکن، بیاریم بچرخیم. میگم پسر جان بذار فردا رو من مسیر قرچک تا شهره پیاده برم دیگه، دندون لق رو بکنم برسم تهران دیگه. آخه طفلی نه که سرباز مرخصیه، فردا آخرین روز مرخصیشه. 20 روز به قول معروف مرخصی داشت، روز آخری یاد ما افتاده. شوخی میکنم، بچه رو اذیت نکنید. و اگر اینجوری باشه و ببینم که شاشش تنده سر این موضوع، احتمالا فردا صبح ممکن ساعت 6 و 7 از قرچک شروع کنم که تا ظهر برسم به شهر ری و دیگه بعد از ظهر در معیت ایشون باشیم. خیلی خوب آقا بریم تو. بچه ها یه چیز دقت کردین؟ مثلا بچه هایی که مثلا 30 خورده 20 خورده سال سنشونه، قبلا که این برابر میرفتیم بیرون شهر یا توی جاده و اینا، قدم به قدم چاه موتورهای آب بود که یک لوله مثلا 20-25 اینچی میزده بود بیرون و ملت میرفتن توی سایه این چاه موتور میشستن و به قول معروف حال میکردن، لذت میبردن، پیکنیک میکردن. الان مدت هاست که من خدا وکیلی یک چاه موتوری رو ندیدم که آب با اون دبی گذشته ازش خارج بشه و این موضوع هم حتی دیگه خاطره شده. شما فکرشو بکنین، خیلی 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 اوضاع ناجوره. سگارم داری میبینین اونجا دارن برای خودشون میپلکند و اینکه خورشیدم تا چند لحظه دیگه میره پایین. اینجوری که کیلومتر شمار دارم نگاه میکنم تا 3 کیلومتر دیگه تا قرچک ایستگاه نداره بچه ها، فقط 2 سکو داره که مردم میان اونجا سوار قطار میشن. وقت چه کنم جانم رفت. یکی آخه بگه عریضا مجبوری چی به ترش میخوری، ولی بچه اون ریاستاری که دیروز کرد خیلی حال داد. بچه هایی که من و خصوصیت اخلاقی منو میشناسن میدونن که الان توی این لحظه علیرضا چیکار داره میکنه. یعنی الان شما بود اینجا متوجه میشدیم. ترشک خوران آهنگ کیتارو، آهنگ سیلک رود و کاروانسرای کیتارو رو گذاشتم. دوست داشتم انقدر به شهر نزدیک نبودم و مثلا چیز حالت مزرعه مانم بود، غروب خورشید تو مزرعه میدیدم، ولی چاره ای نیست دیگه. یه چیز عجیبی بالای خورشید هست، مثل این موشکیه که رو به سمت شرق میره دیگه. همینجوری وایساده بودم دیگه قبل از اینکه برسم به این باقرآباد لعنتی و به این ساختمونا و اینا، گفتم وایسیم این غروب خورشید با این کیتا رو ببینیم. باز وارد یک کریدور شدم بچه‌ها قبل از شهر باقرآباد و سگه از اینایی بود که قلال آخ بچه این بوی گند فاضلاب و کثافت که میاد از اینجاها میاد. فکرشو بکنین، فقط بدونیم چه هوای گندی رو داریم ملت اینجا استنشاق میکنن. ای جانم عجب اسب باحالی. اینجا نمیشه بچه رو خونه زندگی مردم و رو مالشون ویدیو گرفت، به خاطر که حس جالبی ندارن. برای همین اسبش خیلی اسب خوش‌فاربیه. پاپی خوشگل پاپی، تو چرا کلت مثل یک سگ، شکل یک سگ، پاهات مثل سگ دیگه. اینقدر این سگا رو با نژادها و ژن‌های مختلف با هم قاطی میکنن که اصلا یک موجودایی. وای بچه‌ها جلو چقدر آشغال و زباله تو راهه. ای بابا خدایا این ملت و این جوان‌ها رو نجات بده. هر جا نگاه میکنی توی هر زمین یا پشت هر ساختمونی چند نفر نشستن سرنگ به دست و پایپ به دست و
خدای نجات بده این مردم رو. بچه ها یادتونه قبلا بهتون گفتم نزدیک تهران بشیم دیگه بیغوله ها و آسمون خوابا و اینا کم کم سرکردشون پیدا میشه حاشیه ریل. الان دقیقا همین جوریه. اون بنده خدا اونجا گرفته نشسته برای خودشون دیگه. خدا نجات بده. از جلوم بیغوله که رد میشدم یک خانومی داخلش بود همینجور ناله میکرد، داد میزن داداش بیا داداش بیا. نمیدونم چی کار داشت. تخ نکردم برام خدا وکیلی. گفتم برای خدا وکیلی سوزن موزنی فرو کنه. نمیدونم. خدایا به همین وقت عزیز نجاتشون بده. من وقتی فکر میکنم واقعا هیچ چاره غیر از این که کریدور رو بزنن و دو طرف دیوار بکشن ندارن. شما فکر بکنید توی شهر این همه آدم و بچه رد میشن، بعد قطارام توی این قسمت توی این بلاک با سرعت رد میشن، برای همین خیلی خطرناکه. از تهران، از ایستگاه تهران که به سمت از ایستگاه تهران که به سمت غرب یعنی تبریز و ارومیه اینا که میری، یه قسمت از زیر زمین رد میشه، یعنی اون قسمتی که از زیر فرودگاه مهرآباد و اون قسمت ها رد میشه همه دالون تونل زیرزمینیه. دیگه دم غروب یه مقداری هوا سرد شد، این کاوشنا رو برم کردم و دیگه بریم دیگه. احتمالاً دیگه این ویدیو باید یکی دو تا ویدیو آخر باشه. توکل به خدا. دقیقاً حس این که داری از زیر پل کنار ترمینال جنوب هست میره سمت شوش و مولوی و راهن، از اونجا رد میشی. یا خدا این مرغه برش اینجا مرد افتاده. خدای چقدر وحشتناک اینجا. خیلی بچه کت و کثیفه، خیلی کت و کثیفه ها. یعنی ای کاش راهن یک همتی بکنه، یه بودجه تشخیص بده، بیان این زباله و آشغالای پشت دیوارا رو جمع کنن. اصلا وجه خوبی نداره، اصلا نداره. شما فکر کن یک مسافری توریستی مثلا از این مسیر داره تهران با قطار که رد میشه به حال نزدیک ایستگاه قطارها سرعتشون کم میکنن دیگه. اصلا وجه خوبی نداره. یعنی خدا وکیلی به این بچهای پلیس راهن و اینا حق میدم، هر کی تو این کریدور باشه بیان یک بازجویی ازش بکنن. چون یک آدمایی رو من دیدم گوشه ها نشستن دارن مواد، آخه بنده خدایی که دیگه ته خطه و داره مواد میکشه رو دیگه مثلا میخوای بگیری چیکارش کنی دیگه، اون دیگه خدا زده دیگه، تو میخوای بگیری چیکار بکنی. ولی خدا وکیلی حق میدم الان اگر بچهای پلیس راهن منو ببینن توی کریدور دارم راه میرم جلوم نگردن شاید سوال بکنم. بچه که رو ببینید توپش افتاده بود این ور، با چه بدبختی اومدی و توپش رو برداشت. یه قطار هم داره روبرو میاد. اینقدر آشغال و زباله سمت چپ و راست هست که آدم ترجیح داره این سنگا رد بشه. خدا وکیلی دنبال یک دیوار شکسته یک راه فرار میگردم بنازم خدا از این کریدور بیرون. خیلی خیلی وحشتناکه. یعنی همینجوری رد میشه پشت سنگ یکی دیگه داداش سیگار داری؟ خدا نجات بده، به خدا خدا نجات بده. یکی از بچه‌ها کامنت گذاشته بود که علیرضا متین رو میشناسی؟ گفتم خب آره میشناسمش. گفت ببین الان مثلا تو جنگلا میره کمپ میکنه و فلان و یه نفر از ایتالیا اومده باهاش و اینا چقدر موفقه و اینا. گفتم آره خب متینم زحمت کشیده، من دوستم باش میشناسمش دیگه. بچه بلوچ اومد مشهد، سالها تو پارچه فروشی کار کرد. کجا این اون روزایی که پا میشد به قول معروف میامد لب جاده مشهد وای میستاد با ساک و کوله و وسایل سنگین سوار اتوبوس میشد میرفت خودشو لب جاده با کوله چند روز راه میرفت خودشو جنگل میرسوند و اینا. کجا این که اون روزای سختش رو ببینین؟ الان حقشه، وقتشه که بخواد لذت ببره، استفاده کنه. و اینکه خیلی خوبه که برای همه آدم آرزو موفقیت بکنه. متین سختیاشو کشید، الان داره لذتشو میبره. دمش هم گرم، رفیق خودمه، برایش هم همه کار میکنه. و اینکه به هر حال این داستانا هستش دیگه.
اگه یادم نره این ویدیو رو میذارم به عنوان آخرین ویدیو، به این خاطر یه نظرسنجی خیلی مهمی هستش که نظرتون بی‌نهایت برام اهمیت داره. بچه‌ها من فردا که برسم تهران دیگه نمیخوام وقت و الکی هدر بدم و بچرخم این ور اون ور استراحت و اینا، یک کله میخوام ادامه بدم. دو تا حالت هست. با این حمایت‌های 200 تومانی روزانه که شما دوستان انجام میدین میشه مسیر رو ادامه داد، مسیر ریلی رو. به نظرتون مسیر رو ادامه بدیم بریم سمت قم، عراق، درود، یا اینکه یه فکر دیگه ای بکنیم بزنیم سمت کوه و جنگل و دریا و اینها و اونجا تولید محتوا بکنیم؟ با این حمایتایی که شما انجام میدین آدم وجدانش راحته که تو مسیر ریلی داره راه میره. ولی آدم اگر بخواد بره سمت جنگل و این طرف و اون طرف، یه چیز تو ذهنم داره میگه چون بهم خوش میگذره، شاید مثلا بچه‌ها به فکر کنن که خب داره اونجا تفریح میکنه خوش میگذرونه، چرا ما پولش رو بدیم؟ برای همین احتمالاً حمایت‌ها کم میشه و حمایت هم کم بشه، اولا من نمیتونم ادامه بدم تولید محتوا رو. من لعنتی اگر 2 ماه بتونم این ویدیوها رو هر روز مثل آدمیزاد پشت سر هم تو یوتیوب بذارم، از ماه سوم همین درآمد یوتیوب کافیه برای ادامه سفر. یعنی من اگر بتونم 2 ماه ادامه بدم همین مسیر رو، از ماه سوم که دیگه اول زمستون میشه بهتون قول میدم 3 ماه میرم کلا وجب به وجب کل جنوب و حاشیه دریای خلیج فارس رو پیاده میرم براتون ویدیو میگیرم. برای همین لطفاً توی نظررسانی شرکت کنید، بگین که رسیدم تهران، دوست دارین شما یا به نظر شما مسیر ریلی رو ادامه بدم یا اینکه بریم سمت جنگل و پیاده روی توی جنگل و کوه و اینجور داستانا. هر کدوم براتون جذاب تره لطفاً بهم بگین و یادتون نره حتما تو کامنت ها بگین، چون خیلی برام مهمه نظر شما. با نظر شما میخوام تصمیم بگیرم. دمتونم گرم و مرسی که ویدیوی امروز رو دیدید.